السلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین و خوش آمدین به یک سفر همراه ما سوار. خود دوستان دیگه ما اینمیال در فرانکفورت در ترمینال یک هستیم. دیگه ما بخیر یک جای سفر داریم اما نمیخوایم بگویم کجا سفر هستم. از دو خاطر دیگه همراه ما منتظر باشین. باز کمو جایی که رسیدم موضوع را کمی انداختم، خودتان میفهمین که من در کجا هستم. دیگه همراه ما باشین و ویدیو امیال از یادتان نبره که لایک کنین، سابسکرایب کنین و با فامیلا رای کنین. در اینستاگرام چیزی نداریم، نمی‌فهمیم مگه نیست اینستاگرام داده نداره بخاطر اینستاگرام نداره. مثلا با خود میگیرم باز یک وقت خدا میره باشم مشهور شیم مردم تو خود دوستان عزیز دیگه ما بخیر در تیاره شیشتیم. گفتن از اون بچه که چی میشه تیاره دیگه ما میریم بخیر طرف سفر. خود دوستان ما دیگه نمیال رسیدیم دیگه از تیاره نمیال میبریم که بریم طرف منتظر ما یک نفر است اونجا دیگه بریم که ما را اپول میکنم. خود دوستان دیگه ما بخیر رسیدیم، بایکار گرفتیم دیگه باید زود بریم که از خاطر اون نفر منتظر است. چند دفعه برام زنگ زده که کجا هستین. خود دیگه بایکا تال خورد چی کنم دیگه حالا میریم و یگان تا شاید تا بفهمم که در کدام شهر هستیم و فلوگهافن کدام فلوگهافن است. خود دیگه ما دیگه میریم باز براتون نشان میدم دوستا. اوکی دوستا دیگه ما بخیر رسیدیم، آبی به وجه رسیده و زود دیگه بریم از خاطر که بخی کلی منتظر مان و دیگه ما حرکت میکنیم طرف هتل. اتوماتیک خودش میشه طرف هتل میریم. بعد از هتل باید از یک کم بیرون بریم. منصور چی میگی؟ یگان چیز بگیریم یا باز یا خسته راستی شدیم دیگه دوستان. بگویم میشن در کجا آمدیم یا بگویم یا نه؟ یا بگویم ودا؟ اوکی دوستان دیگه ما آمدیم طرف استانبول هستیم از خاطر که thank you so much my bro. اینه دیگه باز امروز ویدیوی ما میایه، بیا ویدیو را منصور یک جا سعی کنیم و دوستا دیگه باز وقتی که هتل رسیدیم باز شما را میگیریم همراه خود. یا اینجا آفرین. یا دیگه باز بخیر رسیدیم باز گپ میزنیم. مال ویدیوهای دیگر را پرتون باید است. مایک روشن نمیکنی؟ خود دوستان ما دیگه اتاق گرفتیم، حالا میریم دیگه بالا کالا را میمانیم اما زود پس میبریم که به خدا بخی گشنه شدیم و یک چیز بخوریم. باز یک کم استانبول هم بگردیم یا باز اتاق حال براتون نشان میدم. خود دوستا این دیگه اتاق است دیگه. اتاق خوبش است، مقبول است و دیگه باید سوال چی کنیم؟ یکم بایکار منظم بانیم. باز میریم پایین یک چیز بخوریم که بیخی دیگه راستی گشنه هستم، از صبح چیز نخوریم و بعد از او برم مویای خود را جور کنم که بیخی از یادم رفته جرمنی مویای خود را جور کنم. باز دیگه شما را میگیریم باز میجه که بیرون برآمدیم. استانبول نزدیک گراند بازار نیستیم، فاتی که میگه نیستیم، یکم این طرف هستیم و باز انشالله اینجا یک شهر نو آمدیم دیگه. استانبول چند دفعه آمدیم اما در این شهرش نو آمدیم. ببینیم دیگه ایش چطور هسته. حالا مصطفی جان یک سوال ما دارم. تو چرا از آلمان که آمدی اوجا چرا فریزور نرفتی که اینجا میخوای فریزور بری؟ خب از خاطر که دمی 2 روز زیاد باید استرس داشتم، باید از کارهای دیگه بود که انجام باید از بتمش
دیگه از اون خاطر دیروزم پیش رفیقم رفتم شیشتم که مویا را جور کنم زنگ آمد که باید از بیایی باز دیگه رفتم از اون خاطر دیگه باید از سیجا برم سر ریشه یکم منظم کنم بیادر خدا مردم هم یاد بگه چی رقم معلوم میشه یا دیگه خیلی بیادر دیگه بان زیاد گپ زدیم بیا که زود پایین بریم که با خدا گوش نستم میمورم نان میخوریم یا؟ میمورم اوکی دوستا خیلی امروی من باشین تا آخری برنامه تا آخری برنامه پرفکت میبینین دیگه ما بیرون برآمدیم اما جای میپالیم که پیسه را تغییر انسان داده میتونه چنج کرده میتونه و این مسجد تا سعی کنین دوستا چقدر مقبول است و تا بال راستش بگویم اینجا که آمدیم تا بال این سرک یاره که میبینم امی جایی که نو آمدیم تا بال خوش است دوکان ها کرش باز است مردم کرش بیرون است و یکم دیگه هیچو بگردیم منصور جان چی میگی باید از جایی که پیسه تبدیل میتیم او را باید دستیافت کنیم یا مرا گفتی که میشناسی جایی که پیسه تبدیل میکنه نه؟ یا اما این جایی که گراند پازا فتح است اوجا را میشناسم اینجا یک چیز نو است اینجا دیگه ما هم نو آمدیم اما شاید در استانبول هم است که در هر کوچه‌اش یک دو تا سه تا است پیدا میکنیم اما کم بگردیم اینجا باز بریم نان بخوریم که بخی گشنه هستیم تو چطور؟ تقریبا تو اول دفعه آمدی چی فکر میکنی تا بالا؟ یا امی فضایش هم برای کابل شباهت داره دیگه کابل دور است که من سلامت بکنم یک دسته گله بسته روانت بکنم نه دیگه بخیر بریم این پیسه تغییر بدیم که با خدا گشنگی هستم و بخی اواش چقدر منصور خوب است اوای بسیار خوب دیگه تا ایره باید سیت نپوشم منصور همراه یک چیز میگرده خلاص پولو خلاص اما مصعد داخل از اینی نیست داخل از اینی همیال ما فکر کردم داخل میریم یک دفعه میبینیم که چی هست خیلی ما داخل میریم که شاید اجازه نباشه فیلم یا داخل میریم اینجا فیلم نگیست خاطر نمیفهمیم فیلم اجازه است باز کم در رستوران رسیدیم این همیال نان ما دیگه رسیده منصور جان ویدیو بگیر دیگه اولی نان است که در استانبول میخوریم و دیگه مرغ خواستیم و برنج ترکی منصور جان برنج ترکی همیشه این نموتر است چون که مثلا جان ببین چرا خم است خوب سایگار بعضم تازم جور کردن و برنج چمو رقم برنج است که ما در فکر داشتم اونمو رقم است از ترکا و دیگه جایتان خالی دوستان ما دیگه نان میخوریم باز یکم شهر میگردیم باز زود دیگه اگه شد مویای خود جور میکنم باز دیگه امرای نباشیم باز میبینیم که چی میکنیم چی نمیکنیم خیلی منصور جان تام دیگه نان تا بخو که ناوقت میشه خب دوستان دیگه نان نوشجان کردیم حالا دیگه طرف شان رفتیم اما شان کرش دیگه آیستا آیستا کل جای بسته شده ای از خاطر که 2:30 بجه شب است اینجا ایسو بیا کال نزنیم و موتر 2:30 بجه شب است و دیگه آیستا آیستا کل جای خلاص شد بسته میشه دیگه اگه گان جای واس بود من باز مصور یک چیز جالبه اونو دکانکار سعی کو پیشروی دکان خود سعودا را که ماندن فکس دکانه افغانستان یا آفرین و تو استانبول ما چند دفعه آمدیم دوستا همیشه که میای تو خیال میکنی که دکانش خورده است من تو کل مواد دکان خود بیرون دکان خود ماندن فکس افغانستان بیا تیشم این طرف بیا این طرف بریم از خاطر این طرف دیگه یک کوتاه نشان بدم آن نگویه که از چی ما فیلم گرفتیم اوکی یک رام گپ نیست پایین بریم دیگه یا اونه من سوی طرف سایکو این طرف سایکو یا چی میوه فروشی خب و یک چیز خوب است که 2:30 بجه شب است اما دکانا زیادتر باز است و مردم کورشان در سرک است این سویسو میرن در افغانستان هم میره خم بود یک دالمان است یک دالمان ساعت 8 بجه که میشه خیال میکنی که کل جای قلف است دیگه بسته است و دیگه حالا میریم یکم سویسو میگردیم
اگر سلمونی پیدا کنیم بریم مویا رو کم کنیم. اگر اون نبود طرف مکتب خلم دیدم. اون طرف نبود. این طرف یکی هست که من دیدم. های ما دیگه زبان Germany bro. Almania. المانیا. Germany. Yeah. داوزا چیزا؟ یا جالب دیسته که ترکی دیگه یکی مثلا یاد گرفته چی شکران لیا تشکر لیا من زبان ترکی را یاد دارم تو گپ زدن میتونم میگن تا وقتی گپ میزنن میفهم از خاطر کامرای کلان کشور مامرای ترکام خیلی ترجمان ما هستی دیگه یا دیگه امروز ترکام من کلان شدم مکمل این آیسکریم است این مصور آیسکریم است آیسکریم نه آیسکریم نیست نه شاید باشه نفهم با خدا شیرینی اونو یا شیرینی یا نمیفهم نامش چیست اوکی منصور یا حالا دیگه من میکروفون قطع میکنم تا قطع کن اگه ایگان جای تو دیگه جایم پیدا نکردم باشه یه بوگی میجر نمیشتانسم کسی که موی یاد سه جور میکنن اما نفری که کامرامین است گفته بیا من جور میکنم از خودش میکنم راستی از خودش مقبول معلوم میشه دیگه ببینیم چی رقم جور میکنی ای پیش است که ای مرا جور کنه بعد از اون نشان پام میده سیوی کاریته برو دیگه اولین بزن مزا اوکی دوستا به نظر تا مویا ما چطور جور کرده چطور بگه خوب بگه یا نه خود دوستای عزیز دیگه این بوده که سفر ما تا استانبول میخواستم یکم دیگه استانبول رو براتون نشان بدم این جای نشان بدم اما کار جای بسته شده و دیگه جای نیست ما هم دیگه بیخی خسته هستم دیگه بریم طرف هتل باز دیگه ویدیوی دیگه میایه این پارت اول است پارت دوم سوم هم میایه دیگه خدا کنه که ویدیو خوشتان بیایه و انشالله در پارت دومی خدا میبینیم دوستا خداحافظ Onun çocukları orada yaşıyor. Ondan geldiğinde دوستا کسایی که استانبول در گراند بازار آمدن پیش از این لالا باید تhank you bro I have which one? everything